سلام و درود به همه آن نفرانی که این وقت و فرصت ها ما را تماشا دارند. این نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون هر وقت از کارهای بازار میگوییم. نخست از ترانسفرهای روشنی کلوب میگوییم که چگونه با دعوت کردن فوتبال بازی برزیلی سر و صداهای زیادی را در فوتبال تاجیک بر جای گذاشت. ماتئوش سیلوا برزیلی که یک زمان در صف دسته جوانان پورتو در لیگ چمپیونای اوئفا میان جوانان جایزه قهرمانی را تاری سر برداشت، از این پس با اسقاط و استقلال سر به سر می شود. بر زمین برزیلی همچنین محمد جان رحیموف پیراهن روشن به بر کرد. الحسن مسعودو چون سابق بازیگر دسته‌های توپ اروپایی از زمره آن بازیگران نو روشن بوده، دمیتری پاولیش، یوری باتیوشین و شادی جان مرادوف از جمله آن بازیگرانی می باشند که یک سال آینده با پیراهن‌های روشن در میدانند. و گفته بسیاری ها بعد آوردن طایفه اوکراینی‌های نو برزیلیانی چخان روشن را میتوان پیشکی چمپیون گفت، ولی برای به حقیقت تبدیل دادن این گپ یک کار کنند که مشق‌های دست جمعی استقلال در ترکیه یک سال دوام کنند. خود استقلال باشد این موسم از ترانسفرهای نو عموماً دهان نمی‌گشاید، ولی به گفته رسانه‌ها الکسی لارین الکی به این تیم آمده است. همزمان امیربک جورابویف با استقلال باید که قرارداد همکاری یک ساله به امضا رساند. آخرین دسته امیربک که 10 مالایزیا بود. بر زمین در تمرین‌های استقلال در ترکیه محمد نسکوف، کبیر سلیمشویف و شهرت المرادوف قرار دارند. موسم نزدیک شده و از بازیگران نو استقلال تا حال هم درک نیست. یک دسته دیگری فعال و مورد بازسازی قرار گرفته در برابر روشن غیرت علی این اسقاط خوجند است که نه فقط بازیگران پیشین خوجند بلکه مربیان پیشینش را هم به خود جذب نمود. این مورد مربی سلکسیونر رسلان عبدومولانوف که سال گذشته در دسته خوجند کار و فعالیت میکرد با به پایان رسیدن قراردادش این موسم به ستاد ایگر سوروف در اسقاط پیوست. از میان بازیگران سابق خوجند باشد به صف اسقاط جهانگیر ارگاشف همراه شد. یک بازیگر دیگری نو اسقاط محمد شریف سعید خوجه نالازم به روشن گردید. امیر جان سفروف بازیگر دیگری سابق روشن است که از این پس در صف اسقاط برآمد میکند. همین طریق سوراب خوجه یوسوپوف، دمیتری استاژیلا، شهریار اینیاتولا و فردوس چخالوف از گروه دیگر بازیگران صف بانکداران می باشند که در موسم جدید هم کوششی برآمدن به زینه‌های افتخاری میکنند. دسته حاصلاتی فرخار باشد بعد کار موقتی دیگر باره با نظرزاده ایرانی سرمربی نو پیدا کرد. این هم شاگرد سابق چریر چونکه در استقلال علیشیر توختایف می باشد که از این پس با حاصلات در لیگ عالی صدا بلند می کند. عمر جان شریفوف باشد از جمله آن بازیگرانی گردید که به مهلت یک موسم به دسته حاصلات پیوست. سابق بازیگران استقلال شهرام سلیمانوف و رامیش جلیلوف هم برای کمک به توختایف به سمت فرخار شتافتند و با همین یک بازیگر با نام جلیلوف در استقلال کم شد. ساموئل افاری از روشن کلوب و شریدین بابایف از خانه خود هم به زودی می توانند صف دسته حاصلات را پره نمایند. این بازیگران برای بررسی به نزدیکی به صف تمرین‌های دسته حاصلات می‌پیوندند و لکه شریدین بابایف در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صف حاصلات هم برآمد کرد، ولی تقدیر لیگانری تاجیک در چمپیونات ایران باشد آنقدر شیرین نیست. دفاعگر تیم ملی کشور وحدت حنانوف می‌خواهد با پایان رسیدن قرارداد همکاریش با تیم پرسپولیس ایران صف قهرمانان ایران را ترک کند. وحدت می‌خواهد وقت بیشتری داشته باشد در میدان برای هنرنمایی و چون این فرصتی کم اندر کم به دست می‌آید جنگیلموی رقم 2 فوتبال ما را بعد شگرد وادار می‌کند تا دسته‌اش را ترک کند. یک بازیگر تاجیک یک چون فوتبال باز آزاد است و در جستجوی دسته نو است سینا عبدالصمدوف می باشد. دسته اخرین بازیگر ژادینا یوژنی از لیگ اول بلاروسیا به پرگی برهم خورد و بازیگر 23 ساله هم نباید مسند ورزشی خویش را برهم دهد.
اصلا کامیابی بازیگران تاجیک این زیاد بودنشان در چمپیونات ازبکستان است. عین حال در چمپیونات همسایه کشور منوچهر سفاروف و زایر جورابویف در نفتچی، دوران ارگاشیف و دلیر شریفوف در متالورگ و شهرام سمیف در اندیجان می باشند. باشد که باز هم شماره بازیگران تاجیک در چمپیونات های پرقوت از این هم زیادتر شوند. در چمپیونات محلی باشد بعد اعلان شوی خبر اوید مشکل مالیوی دسته های فایزکند و کوکتاش، خبرها اوید دیرکتور دسته کوکتاش تعیین کردنی نورعلی خورکشف هم زیاد شدند. نام برده تا این دم به حیث سرمتخصص شعبه رابطه با جامعه فدراسیون فوتبال کشور کار و فعالیت میکرد و تا کجا درست بودن این گپ و خبرها را البته وقت و زمان معلوم خواهد کرد. اصلا چطور میگویند دود به آتش نمی شود. دسته وخش بختر باشد با آمدن راهبریت نو سابق دروازه‌بان استقلال نیکولا ستاشیچ را آوردنی است، ولی چطور میگویند شرطنامه فعلی بازیگری سربی تابستان انجام می‌یابد. گپ از این هم مهمتر باشد اعلام گردیدن راهبریت نوی دسته وخش در جلسه وسیع باشگاهی مذکور گردید. زینالله شریف زاده پرزیدنت نوی وخش گردیده متخصص معروف فوتبال تاجیک محسن محمدیف و جای اسرائیل شریفوف که در دوام 30 سال در باشگاه مذکور کار نمود دیرکتوری دسته وخش تعیین شد. خلاص که اسرائیل شریفوف در این دوران طولانی فعالیت خویش جایزه پخته جمع کرد. محسن محمدیف باشد از زمان کار در استقلال با پول زیاد بسیار کار کرده است. اکنون نباید در وخش نو با سرپرستان نو سر و کلابه‌اش را گم کند. بعد انجام گپ کارهای رفزنه زمستانه ترانسفری الکی درآمد و برآمد مالیوی دسته‌های فعال بازاری هم حساب کرده شد. اینجا الکی معلوم گردید که چلسی دارای موازنت ناخوشترین ترانسفری در جهان بوده. در 5 سال اخیر آنها در قیاس به درآمدها 782 میلیون یورو زیاد مصرف کردند. از بهترین موازنت ترانسفری در جهان باشد نماینده لیگ پرتغالی بنفیکا برخوردار است که لیسابونی‌ها از کارهای بازاری 354 میلیون یورو فایده دیدند. چنین معلومات‌ها نه از حسابات سرسری با حسابکنک الکترونی یا خود کلکولیاتور و تخمین‌ها برآمده، بلکه معلومات‌ها محصول تحلیل‌های پایگاه آماری CS فوتبال ابزرواتوری میباشند. از کارهای بد ترانسفری چلسی اگر چند سخن علاوه کنیم، این تیم لندنی واقعا هم سال‌های اخیر به درجه زیاد خریداری میکند که مربیان بعد در میان این گروه بازیگران سر و کلابه‌شان را گم میکنند. نتیجه های اینقدر بازاری کنی ها به جای آنه که زینه یکم و دوم باشند، برعکس آنها از برای زینه دهم مبارزه میبرند. نتیجه دستوی که خوشحال کننده نیست و بازیگران هم در میدان کارهای فوق‌العاده سازمان نمیدهند. فروختن آنها به امید بازپس گردانیدن پول‌های رفتگی البته که مشکل است. شامل تا 5 رده‌بندی ناموفق‌ترین های بازاری باشد. همچنین 4 دسته پرمیر لیگ انگلیس می باشند. منچستر یونایتد با کمبود 773 میلیون یورو، ارسنال طرحی 622 میلیون یورو، تاتنهام کمبود 608 میلیون یورو و نیوکاسل یونایتد طرحی 572 میلیون یورو می باشند. از میان این تیم ها بیشتر خریدارهای منچستر یونایتد به فایده و غیر منطقی می باشند، زیرا این تیم هم هرچند خریدارها زیاد کند باز هم شماره گل‌های خوردگی از من سیتی بیشتر می شوند. مثلا یک خریداری به معنی تابستان انجام داده شان مینسون ماون برای عوض 70 میلیون یورو بوده، نامعلوم در کجا است. درباره پول‌های زیاد از برای سانچو باشد عموما گپ هم نمیزنیم. در میان دسته‌های تا 5 بهترین ها باشد چطوری گفتیم، اول بنفیکا با درآمد 5 ساله 354 میلیون یورو قرار داشته، سپس آیاکس با جمعی 349 میلیون، لیل جمعی 282 میلیون، زالتسبورگ جمعی 262 میلیون و سپورتینگ جمعی 220 میلیون یورو قرار دارند. بیشتر از همه پول کار کردن این تیم ها در بازار از فروش بازیگران و از روی موازنت ترانسفری در صف پیش قرار داشتن دسته ها معنای آن را دارد که 4-5 سال اخیر محض دسته های بزرگ اروپایی را با بازیگران پرمهارت و جوان همین دسته ها تامین میکنند. از برای دست پروران لیگ پرتغالی و تیم های گفتگی همیشه در بازار جنگ و مغول زیاد است و رای کار یافتن این دسته ها هم در تربیت درست بازیگران بازارگذار است.
درباره خریدارهای زیادی منچستر یونایتد حول گپ‌ها تمام نشده که این تیم با تابستان در بازار یکی از فعال‌ترین ها می شود. این نوبت MU را در برابر PSG نامزدهای اساسی در خریداری حمله‌ور ناپولی ویکتور اوسیمهن می‌دانند. به قول نشریه ایندیپندنت ارزش شرطنامه‌ای گلزن اساسی ناپولی 110 میلیون یورو میباشد، ولی این دو دسته گفتگی را چنین مبلغ عموما نمی‌ترساند. این دو دسته قدرتمند از روی پولداری را از نامزدهای اساسی در خریداری اوسیمهن گفته ناپولی هم چند پیش به خاطر پول بیشتر گرفتن از فروش حمله‌ور منتخب نیجریه شرطنامه را تمدید کرد و نرخ بازاریش را بالاتر برداشته بود. در مسئله یونایتد قید کرده می شود که بعد فروش سهمیه‌های این تیم و جیم ردکلیف MU نیت دارد که عملیات‌های ترانسفری هوشمندانه را صادر کند و بیشتر به بنیاد آینده نزدیک تکیه نماید. گفته می شود که ترانسفر اوسیمهن مطابق با استراتژی مذکور بوده با وجود سن سال و اونیورسالی بودن افریقایی او را تیزترک می توان پیراهن‌های سرخ پوشاند. همزمان PSG هم بعد گسیل‌کنی امباپه نیت دعوت این حمله‌ور 25 ساله را چون عوض کننده ستاره اساسی دارد. در باشگاه فرانسوی فکر می‌کنند که ویکتور قادر است که تحت آن اسلوب فشارآور لوئیس انریکه به زودی مطابق شود. موسم جاری سری آ اوسیمهن 16 بازی و 11 گل دارد و با چنین کارهای نتیجهش نامعلوم در ناپولی انیق این افریقایی سرطلب در بازار تابستان دستش را میتواند عوض کند. PSG باشد پیش از آنکه یگان عوض کننده ارزنده امباپه را شامل تیم کند از خود امباپه پول انتظار است. رهبریت پاریس سن ژرمن انتظار است که حمله‌ور کیلیان امباپه یک قسمت علاوه پولی گزارشی برای ریال مادرید را به تیم فرانسوی پرداخت می‌کند. اطلاع می‌دهد AS. بنا به معلومات منبع این مبلغ می‌تواند از 100 میلیون تا 150 میلیون یورو را تشکیل دهد. این برای باشگاه فرانسوی امکان می‌دهد تا بعد رفتن حمله‌ور هم در حالت خوبی مالیوی باقی ماند. یادداشت می‌کنیم که پیشتر آید این جزئیات شرطنامه کاری کیلیان امباپه 25 ساله با ریال خبر داده شده بود. این قرارداد کاری سنه 1 ایول سال 24 مورد عمل قرار می‌گیرد. رهبریت دسته بلانکوس می‌خواهد روند امضاکنی شرطنامه با امباپه را هفته‌های نزدیک انجام دهد، ولی آید آن تنها بعد انجام موسم جاری اعلان می‌کنند. موسم جاری امباپه در 33 بازی همه مسابقه‌ها به میدان آمده 32 گل و 7 پرتافتی گلی به آمار گرفته است. اکنون بعد از آنکه که هم از نزدیک شوی پایان سلسله فیلم دور و دراز با اشتراک امباپه درک یافتند، PSG و امباپه باید که در مورد شرط‌های رفتن حمله‌ور منتخب فرانسه از پاریژ به موافقه بیایند. اگر یگان کار درست نآید ما میتوانیم از آن خوراکشان در قصد پرزیدنت فرانسه با اشتراک امیر قطر و امباپه را به یاد بیاریم، زیرا پول در دلخواه حالت سر آدمی را تاب داده میتواند. در فوتبال آلمان باشد باواریا تماما سر و ایران است. بعد از آنکه شماره خالهای دسته خابی آلونسو از باواریا زیاد شدن میگیرد، این دسته میونخنی از برای انتقام منتظم به بازار میبراید. این نوبت دسته حضره توخل با امید پرقوت کنی خط دفاع بر آن است که تئو ارناندز را از میلان آنها میتوانند بر عوض 60-70 میلیون یورو به دست آورند. میونخنی‌ها باور دارند که ارناندز برای گزارش به دسته نو آماده است و میلانی ها را به هر حال به ضرب پول راضی کرده می شود. این نقشه هم بعد گزارش احتمالی الفونسو دیویس بر ریال در سر آلمانیا آمده. دفاعگر 26 ساله میلان خود یکی از نامزدهای اساسی برای عوض کانادایی در باواریا می باشد. در این باره اینسایدر فلاریان پلاتنبرگ اطلاع می دهد. باواریا را که از نرخ تخمینی بازیگر آگاه کردند و از این رو میونخنی‌ها هم از حاضر از پی کار شدند. همین طریق در آلمان برانند که بازیگر میلان را بر عوض 60-70 میلیون یورو خریداری کرده می شود. شرطنامه بازیگر فرانسوی با میلان باشد تا سال 26 مهلت دارد. یادتان باشد پیش از این باواریا الکی 120 میلیون یورو از برای ماتئیس دلیکت و کیمینجه به یوونتوس و ناپولی روان کرده بود. به فکر اینقدر میلیون دادن ها برای یگان معنی و جایزه برایشان نمی آورد. آنها باید اول کین نحس و کثافت را نه فقط از میونخن بلکه پاپورگی از آلمان بیرانند تا جایزه ها باز پس آمدن گیرند، زیرا این حمله‌ور هرچند از گلزن‌های بهترین باشد هم برایش گرفتن جایزه از ازل نصیب نبوده است.
این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.